شاوکوشا بر اساس این تغییرات جدید به بچه‌های مفاهیم آموزشی رو یاد میده. اما گرگه اومد در خونه شنگول و منگول و حبه انگور در زد. اونا گفتن کیه؟ گفت منم مادرتون. گفتن گاگول خان برو پی کارت، آیفون ما تصویریه. شنگول و منگول. بزن الان میخوام یه دونه الان سراغ شنگول و منگول بخورمشون. خیلی خوبه. بعد میام سراغ شما رو میخورم. میخندی؟ نگاه کن. خیلی خوبه. عجب. حیف که الان هوس بره کردم، وگرنه دوست داشتم یه تماشاچی بخورم. الان در میزنم، بعد میگم من اومدم پدر بزرگتونم به دیکته بگم، بعد میرم یه لقمهشون میکنم. صبر کن در بزنم. یه در میزنه، در و بالنگر میزنه. منم در میزنم، در و بالنگر میزنم. چی کار داری؟ من پدر بزرگتونم اومدم برای اینکه درستون خوب بشه براتون یه کار قشنگ بکنم، دیکته بگم. در باز کنیم یا دیکته بگه؟ ما که خودمون از اینا داریم، این گوشا موشا همشون خودشون. ولی میگه ما خودمون میشا و کوشا داری. میشا و کوشا دیگه چیه؟ شما باید بذارین بزرگترها بهتون دیکته بگه، دیکته شب بنویسید. دیکته من فرق میکنه. در باز کن بابا بزرگ بیاد دیکته بگه. این چرا پسوردش ندادی پس؟ بیا تو پدر بزرگ. آخه اینم شد لپتاپ. عجب دریه، دست کلیدش دست خود پدر بزرگ بود. خوبه. گرگم و گله میبرم، چوپون دارم نمیذارم. گرگم و گله میبرم، چوپون دارم نمیذارم. دندون من کی سره، دنبه من لذیذ سره. دندون من کی سره، دنبه من لذیذ سره. من میگیرم خوبشو، من نمیدم پشکلشو. جب کنه. کمک بیا پایین، بیا حمله کنی بهش. حمله کن. خدا وکیلی یکی باید بره کمک کشته میشه، کمکش نکنید. برید چه کمکی کرده؟ برید بشینید. حقش بود میدادم شما دوتا رو بخوره. ببین این گفت من دیکته میگم، خبر نداره این میشا و کوشا دیکتم داره. الان یه اینتر بزن ببینم. بیا اینم اینتر دیکته. دیکته کار نیک. در زمانهای دور فرمان روایی بود. صدا ندار. در زمانهای دور بازم کیه در میزنه، در و بالنگر میزنه. منم در میزنم، در و بالنگر میزنم. چی کار داری؟ سلام، من همسایتونم، موسیقی دانم. بچه ها نیاز به ترانه دارن، شما میتونید با ترانه آموزش ببینید. میخواید براتون بنوازم بفهمید من موسیقی دارم یا نه؟ یه ذره بنواز. یه قطعه بزن. چشم.
ماشاءالله یه دونه پیانو نه، میزنه قطع یه ارکستر صدا در میاد. ببخشیدا اگر اجازه بدید من میخوام بهتون ترانه‌های مختلف یاد بدم، شما حیوانات و اینا رو باش یاد بگیرید. اشیا رو حیوانات برای باز کنه ای با من بحث میکنه. بابا پا اینا رو برای چی کارینیم؟ برای اینکه بعدم بگیم چیه. در چی رو باز کن؟ آقا کلید دست خودت بیا تو. والا این خونه مال ما نیست. گریگم و گله میبرم شپون داریم نمیذارم. گریگم و گله میبرم شپون دارم نمیذارم. دندون من چیستره دنبه من لذیذتره. دندون من چیستره دنبه من لذیذتره. من میگیرم خوبشو من نمیدم پشکلشو. آخه با کت شلوار دامادی میرن کمک. برو بشی ببینم بابا. به جان خودم اینو دیدم فکر کردم کاهو کلمه میخواستم بخورمش. حالا گفتی میچا گوشا چی داره؟ ترانه هم داره، ترانه بذار. بزن پلیرشو. برو بری. کیه در میزنه درو با لنگر میزنه. منم در میزنم درو با لنگر میزنم. ما وقت نداریم در باز نکن، میخوایم بازی کنیم. سلام. تو کی هستی؟ میدونی من کیم؟ کی هستی؟ دختر خالتونم. اومدم باهاتون گیم بازی کنم. ببین این دختر شنگی حالی نمیشه. منگی دختر خاله اینقدر نخراشیده نتراشیده نمیشه که. پسر خاله منو میخورن، گرگه میخواد منو بخوره. قیلتم زد بیرون. در باز بیا تو. گریگم و گله میبرم سکون دارم نمیذارم. گریگم و گله میبرم سکون دارم نمیذارم. دندون من چیستره دنبه من لذیذتره. دندون من چیستره دنبه من لذیذتره. من میگیرم خوبشو من نمیدم پشکلشو. دست درد نکنه فکش آورد. خوشم اومد. برو بشی. ببینم چقدر سخته با این نرم افزار کار کردن. این میشا کوشا از بازی هم دندون داره. گرگ باید در بیاری اینو. خب بازی هم داره. بزن بینیم بازی رو. برو بریم بازی. کدام جمله مربوط به زمان حال و کدام مربوط به زمان گذشته است؟
کیه در میزنه در و بالنگر میزنه منم در میزنم در و بالنگر میزنم تو کی هستی چی کار داری؟ من عمتم من میمیرم برای عمم. عمه اومده بهتون آموزش درس بده. نمیخواد. عمه برو پیش شوهرمه. شوهرمه رفته اضافه کاری داره. گفتم اون اضافه کاری داره من بیام با شما درس. بله. دربازه بیا این فینگر تاچ عمه بیا. عمه جون سلام. ای بابا. گرگم مجله میبرم گرگم مجله میبرم دندون من تیزتره دنبه من لذیذتره دندون من تیزتره دنبه من لذیذتره صبر کنید بله این دفعه دیگه میخورمتون. چرا؟ نمیذارم این بری بیاید. نمیذاری؟ من اومدم بهتون آموزش بدم. چی بدی؟ شما آموزش خوراکی میخوام بخورمتون. از پات شروع کنم؟ نه یا از دماغت؟ نه نظر من از این بر دیگه نمیذارم کسی رو بیاریم. ما سود بزنیم خودمون حساب تو میرسیم.